بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمانای محترم، امروز ما به یک چیز بسیار مهم ضرورت داریم که متاسفانه ما و مسلمان ها او را بسیار کم داریم. اگر یک مثال بگوییم این ضرورت خوبتر فهمیده میشه. اگر شما یک کسی را ببینید که یک درخت شانده، یک نیالیگک خرد شانده و این را پرسان بکنید که امون نیالیگک های چطور شد، میگه والا نو نشانی کرده، حالا نو نشانی کرده که علامت عزیز که یعنی دمی زمین امی درخت کشانده شده، این از زمین متاثر شده و آل نشانه های زنده شدن ازی و ثمر گرفتن ازی و انشاءالله کلان شدن ازی وجود داره، نو نشانی گرفته. در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که اصحاب کرام به دین مقدس اسلام مشرف شدن، اگر از هر کدام از اینا و درباره هر کدام از اینا تحقیق میشد، نشانه های از ایمان در وجود از اینا وجود داشت. نشانه های ایمان چه قسم بود که امروز ما متاسفانه یا نداریم یا بسیار کم داریم. نشانه ایمانی بود که وقتی یک مسلمان حقیقتاً به قرآن عظیم الشان ایمان پیدا میکرد، با ضرورت نمیشد که در قسمت فهم قرآن و یا احکام دین بر از او فلسفه گفته شود، بر از او دلایل گفته شود. میگفتن سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، شنیدیم و اطاعت کردیم، سبحانک خدایا، سبحانک ربنا. اینجا امروز در کشور ما وقتی که نشانه های ایمان میبینیم، ما یک روز یک کسی صحبت میکرد، یک دکتر سه، ما گفتم همه قدری که مردم به تو عقیده دارن و به تو یقین دارن در عصر امروزی، به تو دکتر، اگر اینمه قدر عقیده به خدای عزوجل می داشتن یا بسیار مؤمنای بزرگ می بودن. اگر یک کسی را یک دکتر طب بگویه که روغن نخو، چربی نخو، برات نقص میکنه، فوراً چربی را ترک میکنه. اگر بوش بگویه که شیرینی نخو که شکرت زیاد میشه، فوراً اگر بکشیش هم میگه نه مرا دکتر منع کرده، گفته که شیرینی نخو. ولی وقتی که برش بگی که خدای عزوجل میگه که اینی کار نکو، در مقابل از او 100 دلیل پیدا میکنه. این حالا کجاست علامه ایمان و نشانه ایمان در این انسانه که این انسان ادعای ایمان میکنه؟ امروز وقتی که ما میبینیم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، اگر قصه هر کدام از اینا را به دقت فکر بکنیم و درباره از یکمک خود مقایسه با امرای از اینا بکنیم، ببینیم که ما بسیار ضعیف هستیم و این چه نشانه ایمان در وجود ما دیده نمیشه. پس ما چطور ادعا میکنیم که ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم؟ از خود پرسان کنیم که آیا ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم؟ آیا ای که مثلا یک چند نفر حافظای قرآن ما تربیت کردیم
و اینا را دستار بندی کردیم. آیا امی اسلام است؟ آیا در این مجلس که هر کس به 10 دقیقه و 15 دقیقه گپ بزنه و باز بعد از وقتی که شیردل آمدیم و پردل پس بریم و هیچ تأثیری در شخصیت ما نباشه؟ این خب باز ایمان نشد، این خب باز اسلام نشد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه دیگر که میشد من میدم که حضرت ابوبکر صدیق گم میشه. خلیفه مسلمان ها هم است. وای حضرت ابوبکر صدیق کجا میره؟ میگه یک روز بعد از پیشینی را تعقیب کردم. وقتی که تعقیب کردم رفتم دیدم که یک زن سرسفید نابینا در یک بغل کو در یک خانگک هست. حضرت ابوبکر صدیق رفت اونجا، اتاق از را جارو کرد، دیگشان برش پخته کرد، جایشان برش اوار کرد و باز بعد از وضو گرفت آمد به نماز شام. میگه دیگر روز حضرت ابوبکر صدیق وفات کرد. دمی روز وفات حضرت ابوبکر صدیق میگه من در فکرم گشت که اموزن بیچاره چطور شده باشه. میگه من دویده وقتی که اونجا رفتم دیدم که بیچاره اونجا قرار شیشته. زود خانهش جارو کردم، زود دیگش نانش برش تیار کردم و برام گفت که بچه همون نفر که دیروز میامد بسیار با اخلاص وقتکی میامد، امروز اون آمد عوضش تو را به خیالم رایی کردم مگم تو بسیار ناوقت کردی. امروز آیا ما مسلمان داریم که به خاطر خدا یک سطل یک مسکین عوش کتش برداره؟ امروز ما تو مسلمان داریم که از یک فقیر و مسکین و یک زن بیوه و یتیم از او با خبر باشه. امروز ما مسلمان داریم که ختم بکنه، خیرات بکنه، مصرف بکنه و دو مصرف خود فقرا و مساکین هم جای بده. و این قسم مسلمان هستیم که سوتشو گرفتیم و یک آدم احمق استاد که اندادان دروازه که غریبا را نمانی، کسی که آمده که یک کاسگه کارده او را نمانی. باز ما میگیم ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. نشانی ایمان خود باید ثابت بکنیم که ما چقدر ایمان ما چی نشانه داره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در بین قریه میرفت، قریه به قریه میگشت. یک روز میدره قریه در یک جای سهل میکنه که یک نفر در دان دروازه خود استاد است و از داخل صدای یک زن میه، مریض است. این برش میگه بیادر چی گپ است؟ چی گپ است؟ میگه والا برو برادری کار شما نیست دیگه، تو مرد هستی و شده است. میگه نه خیر است، بگو برای من چی گپ است، چی مشکل داری؟ میگه می خانم ماست کس پیشش نیست، طفلش وقت تولد طفل است، حالا کس نیست که بالای سر زمین کدام سیاست بشینه. عمل داخل بیچاره گریه میکنه و ناله میکنه. اومده بیرون استاد استم، خدا بالایش رحم بکنه. اگر دمی حالت موتو باشه، موتو میگه ما خب مرد هستیم دیگه، مرا به گپا چی؟ مرا به گپا کارهای زنانه چی؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فورا میره پیش بی ام کلثوم که دختر حضرت علی بود و زن پیغمبر، زن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه برش میگه ای بی یک دروازه جنت برویت باز است، میخوای که بری؟ چی از دروازه جنت؟ میگه اونجا یک زن است در حالت بسیار سخت قرار داره. چی حالت قرار داره؟ این تو مشکل داره. خیر از بیا امروز از او کمک بکن که این دروازه جنت و ایرای جنت که برای تو باز است امیر بسته سرت نکن. بی حرکت میکنه. از پشت سرش حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یک ذره مواد میگیره، غذایی که برای اونمو زنه که دمو حالت مریض میباشه برش تهیه میکنه و میبره. وقتی اون نفر سائل میکنه که دایی شمالک، دایی خنک، دایی نصف شو که کلگی خوستن، این دو نفر از آسمان تا شد. این خب مردم زمین نیست که در نصف شو بیاید خدمت ما قرار بگیره. امروز ما دکترایی داریم که در پشت خانهش میره میگه مریض ما در حالت هلاکت است، اشتک خدارایی میکنه، میگه برو بگوش که دکتر در خانه نیست. آیا دکتر ایمان داره؟ 2 نفر میمره.
اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. کوکی اثر ایمان در وجود از این دکتر که اگر فهمید که اینمی مریض در 50 روپیه دوا جور میشه، برش سرش 500 روپیه 1000 2000 روپیه را برش بچه کاکای خود پیچکاری والا ساخته کو پیچکاری کنه، بچه مامای خود مسئول سیروم ساخته، از اون طریق دیگه برش میگه که برو برش بگو که در شفاخانه نبیا، باز در معاینه خانه ما بیا، بر از او چال جور میکنه تا که 2000 روپیه زیر بکنه. کجاست آثار ایمان در وجود از این دکتر؟ یاد بگیریم از حضرت عمر و از خانم حضرت عمر علامت ایمانه. وقتی که نامه خانم حضرت عمر داخل میشه پیش از او سیاست از او و خود حضرت عمر در بیرون چی میکنه؟ در بیرون آتش در میته، دیگدان جور میکنه و پف میکنه و این نفر که روایت میکنه میگه بعد دیدم که از بین ریش حضرت عمر دود بالا میشد به خاطر خدمت به مردم. امروز ما متر ریش میمانیم ولی میریم کت امریکایی معاهده بسته میکنیم، در صف امریکایی ها استاد میشیم، به ضد وطن خود کار میکنیم و باز میخیزیم میگیم که ما خادمین قرآن هستیم. کجاست علامه ایمان برای مسلمان؟ قرآن میگه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بالای کفار شدید هستند و رحم داره بالای مسلمان، ولی ما برعکس از او شدید هستیم بالای مسلمان ها. مسلمان خودم میکشیم، قتل میکنیم، از بین میبریم و با کفر از او کمر از او بسته میکنیم و دست خود با کافر یک جای میکنیم و باز میگیم که ما مسلمان هستیم و ما علامت ایمان داریم و ما چقدر خدمت به قرآن میکنیم. ترسم نرسی به کعبه اعرابی، این راه که تو میروی به ترکستان است. تو انسانی که مخالف قرآن حرکت میکنی، دشمنای اسلام دوست قرار میدی و مسلمان دشمنت قرار میدی. ترسم نرسی به کعبه اعرابی، ایرایی که تو میروی ای به طرف جنت نیست، ای به طرف مکه نیست، این راه که تو میروی به ترکستان است. اعرابی طرف رایش طرف ترکستان بود، کجا میری؟ میرم طرف خانه خدا، میرم حج کردن. ترسم نرسی به کعبه اعرابی. ای مسلمانی که تو در این موقف قرار داری و موقعیت قرار داری، هیچگاه نمیتونی که تو به مقام حق و به راه راست برسی. وقتی که حضرت عمر دیگه پخته میکنه، خانمش مبرای برش میگه که یا امیر المؤمنین، ای رهبر مسلمان ها، ای رهبر که چندین کشور تحت تاثیرت است و آل به خاطر یک سیاست مسلمان خدمت میکنی، برای دوستت بشارت بده که خداوند برش فرزند داره. این نفر حیران میمانه، امیر المؤمنین با خانمش میده خانه ما خدمت میکنه و برای ما و برای مریضم خدمت میکنه. حیران میمانه. او برش میگه که برادر عزیز، وظیفه است که من مسلمان هستم، باید بر تو خدمت بکنم. و امروز کسایی ما داریم که به نام خدمت به نام ما و تو وطن بر لیلام میکنه، برای مردم دیگه میکنه. آیا این میتونه که باز زیر بیرق محمد رسول الله در روز قیامت با حضرت عمر رضی الله تعالی عنه استاد شود؟ چرا خدا فریب میتین؟ چرا خدا بازی میتین؟ چرا خدا تنها در اینمی مجلس محفل و دیگه پا میم که وظیفه ما ختم شده؟ وقتی که در قلب انسان ایمان جای نداشت، وقتی که ایمان محبت با کلمه گویی و با کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگن در غم از او غمگین نشدی، تو مسلمان نیستی. بنی آدم اعضای یک دیگرن، چو در آفرینش ز یک جوهرن، از یک جوهر هستن. اگر یک عضو بدن از اینا به درد بیاین، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. سعدی رحمت الله علیه میگه نام از او انسانی که در درد مسلمان غمگین نشه، نامش آدمی گذاشته نمیتونیم. ما تو نامش مسلمان میمانیم. چرا خدا فریب میتیم؟ چرا خدا فریب میتیم؟
اینا هر کدام از اینا را حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شو به شو میرفت. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما این روایت میکنه، عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت میکنه، میگه که یک روز من دیدم در قریه که میرفتم طرف قریه، دیدم که در پالیم یک مرد دیگه هم است. این روایت را که من بگم در تفسیر طبری است، روایت ها زیاد آمده. میگه که میرفتم دیدم که یک کس دیگه هم طرف قریه میره. میگه من گفتم باش ما ببینیم که اگر کس باشه برش بریم بیا قصه کده بریم که اگر در یک جای راه سر ما آسان شود. میگه رفتم که سأل میکنم حضرت عمر کجا میری؟ میگه ما عادت دارم که شو به شو قریه به قریه میگردم تا از حال رعیتم با خبر شم. میگه رفتیم دیدیم کل منطقه آرام خواه هستند، کل منطقه خواه هستند و یک منطقه است که یک جای است که یک خیمه است کم آتش دو معلوم میشه. میریم که یک زن شیشته دیگه مانده سرشان پود کرده، آتش در داده و تفلکاش بهش میگه مادر جان گوش نشدیم، مادر جان گوش نشدیم. این برش میگه که بچه‌م صبر کنین حالا پخته میشه یک شخاوی بره دیگه شخاوی بره. حضرت عمر بالاخره جگرخون میشه میبره زی دروازه رو میزنه برش میگه او همشیره او خواهر چی میکنی؟ این چه قسم دیگه است که 11 بجه شب و 12 نصف شب شد هنوز دیگه تو پخته نمیشه؟ میگه برادر در دیگه چیزی نیست، من این تفلکا را بازی میتم، اما تو انداختیم جوش جدا میرم که یا این تفلکا خو کنن. تو نمیفهمی که امیر المؤمنین عمر تمام روز بر بیوه ها، بر مسکین ها، بر یتیم ها ماش تعیین کردن. میگه میفهمی خواهی چرا نرفتی پیشش؟ میگه من چرا برم؟ او رهبر مسلمان ها خدا گرفته، او چرا خودش نمیه پیش من در روز قیامت دست من و یخن حضرت عمر و پیش خدای عزوجل از خود و از یتیمای خود بر شکایت میکنم که خدایا عمر امیر المؤمنین بود، طفلای من شو گوش نبود. حضرت عمر گریه‌اش سر میکنه، چیخ میزنه، حرکت میکنه، دویده میاد به طرف شور، غذا را میگیره. حضرت عبدالله ابن مسعود میگه مرش گفتم که یا امیر المؤمنین یا عمر بده که چیزا را من پشت کنم، این برنج و این گندم چیزایی را که گرفتی. میگه او بر میگه که آیا تو گناههای مرا در روز قیامت پشت کرده میتونی؟ بان که من امروزی برجی را پشت کنم نشه که در روز قیامت در مقابل خدای عزوجل، در مقابل زن بیوه من ذلیل و رذیل شوم. امروز مسلمان های ما برای یتیما چی برنامه دارن؟ اینمی یتیما را پدرایشان در مقابل روس استاد کردیم و کشتیمشان. امروز یتیمایشان در روی میدان ماندیم و ما کت کفار معاهده بسته میکنیم. امروز یتیما ما خود چی خواد کردیم؟ جواب یتیما را در روز قیامت چی خواد دادیم که پدر تو به خاطر آزادی وطن شهید شد ولی امروز ما سر خون شهیدات تجارت میکنیم. باز ما میگیم که ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. اونایی که ایمان داشتن، ما اگه نماز هم میخوانیم از خاطر ترس دوزخ نماز میخوانیم، اگه ترس دوزخ نباشه نماز هم نمیخوانیم. در حالی که مسلمان های حقیقی تو نیستن. آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چی کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ میگه خدایا تو که یک مسلمان در عشق خود، در محبت خود غرق میکنی، باز دنیا و آخرت بر از او میبخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ از این خاطر مسلمان به اساس محبت با خداوند خدای عزوجل عبادت میکنن. اما ما امروز اگر ترس دوزخ نباشه حتی در خانه خدا هم نمیریم. حضرت عمر میره دیگه بار میکنه، برای این میگه که مادر جان بلیاز خدا بگی نمی چیز پخته که برای تفلکای
بگه از خدا بلیاز خدای را پخته کو. تفلکایش بیدار میکنه، نان میخوره، شکمشان سیر میکنه، برش میگه که مادر جان. این زن میگه که بچه‌ام خدا خلافت از حضرت عمر بگیره برای تو بده. من در روز قیامت که تو عمر در مقابلش استاد میشم و در مقابل خدای عزوجل کتش دعوا میکنم. حضرت عمر میگه مادر جان به خاطر من سبا بیا دمو دار الخلافت که برای یتیمک‌ها یک چیز تعیین کنیم. سبا که صوبکی زن میره که سائل میکنه، پرسان میکنه کجاست امیرالمومنین؟ میره که خود این انسانی که شو پیش از آمده بود این خودش امیرالمومنین است. زن تکان میخوره. حضرت عمر برش میگه که نه خواهر جان، تو حق گفتی، تو راست گفتی، من رهبر هستم، من مسئول هستم. در روز قیامت خدا از من پرسان میکنه. از این خاطر گپایی که تو گفتی این حق است. امروز آیا ما کسایی که ادعای رهبریت میکنن برش گفتم میتونیم که تو ظالم هستی، برش گفتم میتونیم که تو خونیت شهیدا را فروختی، برش گفتم میتونیم که به خاطر یتیما خودت در قصرها زندگی میکنی و یتیمای شهیدا در هر جای و در هر طرف افتادن و دشمنای اسلام میره اینا را شکار میکنه و یهودی و مسیحی و نصرانی اینا را میسازه. آیا گفتم میتونیم؟ اگر علامت ایمان باشه بله، ولی اگر علامت ایمان نباشه نه. کجاست ایمان که ما در قلب مسلمان ها او را احساس بکنیم؟ امروز وقتی که برای پدر میگم که پدر تو مسلمان هستی، خون شهیدا به خون شهیدا ای وطن شما چیز کردن، از روس آزاد کردن. بلیاز خدا اینجا مسلمان ها در خون غرق است، مسلمان ها در فلسطین در خون غرق هستند، در عراق مسلمان ها و سر سیاسرهای مردم تجاوز میشه. خجالت بکش که در عروسی تو سازنده و رقاصه را بیاری. لکن کجاست پدر مسلمان که بگوید راست میگی من در عروسیم دول و سازه نمیارم، در جایی که اونجا خون شهیدا ریخته. امروز که مسلمان ها در مشکلات است، باز هم اینمی پدره که خود آجی میگیره، خود رشک سفید میگیره، خود بزرگ میگیره، قرار شیشه و زناش در بین اوتل ها قولایش لوچ یخنایش لوچ و خودش با اینمی لقب حاجی که در پشت کار داشته شده بر رقاصه ها و سازنده ها 30,000 و 40,000 میته، اما برای یک مدرسه دینی کمرش مشکنه که 1000 روپیه کمک بکنه. نشانی ایمان است. نشانی ایمان خویی بود که 40,000 روپیه خود یاجی صاحب به سازنده و رقاصه نمیداد. میمان که مدرسه حفظ قرآن جور شود، میمان که دارالایتام جور شود به اولادای مسلمانان. امروز برادرای مسلمان، برادرای مؤمن، در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بالای مسلمان ها خشکسالی آمد. وقتی که خشکسالی آمد مسلمان ها کلشان در حالت تکلیف بودن. بیادر من بیانیه نمیتونم. خب بسیاری کساست اینجا میگه فلانی جان بیا بیانیه بده و فلانی بیانیه بده، فلانی بیانیه بده. ملای ما وقت خراب شدن که بیانیه دادن. ما اینجا گپ از دین بزنیم، گپ از قرآن بزنیم، گپ از حدیث بزنیم، مردم به دردشان به مرضشان بفهمانیم. برای اوریش سفیدی که در توی دختر خود 4 لک و 5 لک تویانه میگیره، برش بگویم تو دختر فروش هستی پدر، دختر فروش هستی. در اسلام تویانه نیست. برای کسی که برای قاتل 3 تا دختر بد میته و در مجلسش میشینه برش بگویم که تو ضد قرآن حکم میکنی و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. تو حکم قرآن تی قصاص است، او را نقص میکنی، عوضش بد رواج جاهلیت تطبیق میکنی. تو بفهم که تو مسلمان حقیقی نیستین. درد مردم برشان بگویم. برای کسایی که مالی میشه که جوانا ازدواج بکنن، سرش مصارف زیاده میمانن، سرش اوتل و سرش مصرف و سرش 40-50 سیر برنج میمانه، کمر داماد مشکنانه. بر از او پدر بگویم که اگر دخترت و یا ای پسر مبتلا به گناه و زنا میشه، تو در گناه از اینا شریک هستی، به ای خانه خدا شیشی. گپ از خدا بزن، گپ از قرآن بزن تا مردم مرض خدا بفهمه. دختر فروش بفهمه من دختر فروش هستم. او کسی که 40-50
فاسد برنج سر دختر خود میگیره، برنج از این ناروا و حرام است، مثل رشوت خور و غاصب باره بزور از اون نفر غصب کرده مال خوردن برنج از این جایز نیست. باید ایره بر مردم بفهمانیم تا که امروز ظالم بفهمه من ظالم هستم، خیانتکار بفهمه که من خیانتکار هستم، دختر فروش بفهمه من دختر فروش هستم، حرام خور بفهمه که من حرام خور هستم. او کسی که از تویانی دختر خود به زیارت بیت الله میره 100 دفعه بگوی لبیک، 100 دفعه از خدا سرش لعنت خدا نازل میشه. تو از پیسه حرام به حج میایی، از پیسه حرام به حج میایی، رشوت خور بفهمه که لعنت خدا سرش نازل است. ولو که 50 روپیه رشوت بگیره، مامور باشه، مدیر باشه، رئیس باشه، پیغمبر خدا گفته که لعنت خدا سر رشوت خور است. باز از پیسه رشوت او باز میره حج و میگه که ما حال خدا صد کردیم در حج، به خدا که خدا تکت کام کنید در بیت الله شریف، شیطان که رشوت خور کت سنگ بزنه، شیطان از اون طرف کت سنگ میزنه، میگه تو شیطان بزرگ مرکت سنگ میزنی، با پیسه حرام خانه خدا را زیارت میکنی، تو آمدی تو رشوت خور، تو وطن فروش، تو دروغگوی، تو دزد، تو کسی که اختطاف میکنی اولادای مردم، تو که سود میخوری، از پیسه سود باز میای تو زمین مردم سرش حمله میکنی، سر زمین مردم دعوا میکنی، زمینای مردم میخوری، باز از پیسه ازی به حج میای، لعنت خدا سر توست، حج تو را هرگز خدا قبول نمیکنه. در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خشکسالی شد، قافله از حضرت عثمان آمد، تجارات دویده رفتن که خشکسالی است، غله نیست، حالا که غله رسید، او نصیب شترهای زیاد از قافله رسید، برین برش بگوین که ما برات 2%، 4%، 10%، 20%، 30% برات فایده میتیم. حضرت عثمان گفت نه 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 نه. گفت 2 چند فایده میتیم؟ گفت نه 3 چند. خیلی چی میخوایی؟ حضرت عثمان گفت که 10 چند. کلگی آمدن پیش حضرت عمر رضی الله عنه گفتن یا امیرالمومنین، حضرت عثمان هستی کن، مردم از گشنگی میمرن. قافلش در بعض روایت ها میگه که 1000 شتر بود، بار از گندم و از خلوی گپا. گفتی آمده بر ما میگه که 10 چند. حضرت عمر خنده کرد، گفت شما حضرت عثمان رو نمیشناسید؟ گفت ظلم میکنه. گفت خیر است بگویش بیاین. حضرت عثمان وقتی که آمد بهش گفت یا عثمان مردم چی میگن؟ گفت بله تجاره آماده شده که 2 چند مرا فایده بده، تو میگه 3 چند میتونه، تو میگه 5 چند میتونه. گفت خیر چی میخوای؟ گفت من گفتم 10 چند. گفت 10 چند خب کس بر تو داده نمیتونه. گفت ذات خدای عزوجل 10 چند برای من ثواب میده، بنابراین من اینمی قافله 1000 شتری خدا برای خدای عزوجل میتونم، برای فقرا مفت برای مردم توزیع میکنم تا که من آخرت به دست بیارم. این بود علامت ایمان، این بود علامت ایمان. ولی آره ما اگر یک نفر بیچاره مرده داشته باشه، پیغمبر خدا میگه که کسی که در خانه کس فوت کرد شما بر از او غذا پخته بکنید. اعملوا لآل جعفر اصنعوا لآل جعفر طعاما. حضرت جعفر رضی الله عنه وفات کرد، برای مردم گفت شما غذا برای از آل جعفر تیار کنین که آل جعفر این غذا را بخوره که اونها بیچاره غم دیده هستند. امروز ما ایواز که برای غم دیده ها غذا تهیه کنیم، 200-300 نفر میریم در سر خانه از او و نان چاشت خودم نان شب خودم سر از او چپه میکنیم. باز روز 2، روز 3 شب جمعگی از برای خدا ما چقدر علما در این مجلس هستند، در کدام کتاب، در قرآن، در سنت، در حدیث، در کجاست روز 2، در کجاست روز 3، در کجاست شب جمعگی، در کجاست چلپوری و چلگیری؟ کلش عادتایی است که از نصرانی ها و هندوها انتقال دادیم و سر مرده‌دار بیچاره به زور غذا 200-300 نفر میخوریم. حداقل برادرای عزیز آخرین سخنی را که ما میخوایم خدمتتان بگویم اویی است که خداوند متعال جل جلاله در قرآن عظیم شان چی میگه؟ در قرآن عظیم شان میگه که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما در قرآن عظیم شان شفا و رحمت نازل کردیم. در قرآن شفا هست،
در قرآن نظام است، در قرآن نظام اقتصادی است، در قرآن نظام اجتماعی است، در قرآن نظام سیاسی است، در قرآن نظام فردی و اجتماعی. تمام نظام ها در قرآن عظیم الشان است اگر ما حقیقتا قرآن بخوانیم و به قرآن عمل بکنیم. ولی متوجه باشین که آیت در اینجا استاد نشین. بسیاری کسا همه قرآن میخوانند ولی بعد از آیت میگه که ولا یزید الظالمین الا خسارا. اینمی قرآن بر ظالم خساره میکنه، بر ظالم کمرش قرآن میشکنه. برای کسی که به ایمان به قرآن عمل نمیکنه چشم درد باشه قرآن بخوانی کور میشه. از این خاطر ما بیاین که با خدای عزوجل عهد بکنیم که خدایا ما امروز محفل قرآن آمدیم، اگر جوان هستیم با خدا عهد بکنیم که دیگه عروسی خدا مطابق کتاب خدا و مطابق سنت پیغمبر عمل میکنیم. آیا این تعهد جوانای ما میکنن؟ بلند بگویم میکنیم؟ گردنتان بسته که میکنیم؟ ریش سفیدای ما تعهد بکنن که ما بعد از این به خاطر رضای خدا از ساز و رقص و دول و محفلای فساد دوری میکنیم و به خاطر خداوند محافل خدا محافل قرآنی میسازیم. ریش سفیدای ما این تعهد هم میکنن. اگر ما اینی قسم به قرآن عمل بکنیم اون وقت ما امت اصلی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم و اون وقت است که قرآن عظیم شان در وجود ما تاثیر میکنه و به خدای عزوجل دست دعا بالا میکنیم که پروردگارا بر ما توفیق نصیب بگو که ما مطابق قرآن عمل بکنیم. خدایا هر کسی که به ضد قرآن حرکت میکنه و به ضد نظام قرآن حرکت میکنه و به ضد کلمه لا اله الا الله حرکت میکنه در هر جای هر لباسی که باشه خدایا تباهش بکن. خدایا اونمو قسم که روسا را شکست دادی و غلامای روس شکست دادی، خدایا امریکا و غلامای امریکا را هم تو ذلیل بساز و شکست دادی. پروردگارا آخرین جمله‌ای که از زبان ما خارج میشه و آخرین جمله‌ای که کلمه‌ای که بالاخره بعد از ما دیگه سخن گفتن نمیتونیم و به دنیای دیگه میریم، خدای این آخرین کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. 200 دانا در این محفل سخن گفت، 200 دانا در این محفل سخن گفت، سخن نازکتر از برگ سمن گفت. ولی با من بگو آن دیدور کیست، ولی با من بگو آن دیدور کیست که خار دید احوال چمن گفت. ولی عصر حاضر فتنه ها زیر سر است، عصر حاضر فتنه ها زیر سر است. طبع ناپروای او آفتگر است، بزم اقوام کهن برهم از او، بزم اقوام کهن برهم از او. شاخسار زندگی بینم از او، جلوهش ما را ز ما بیگانه کرد، جلوهش ما را ز ما بیگانه کرد. ساز ما را از نوا بیگانه کرد، از دل ما آتش دیرینه برد، از دل ما آتش دیرینه برد. نور و نار لا اله از سینه برد. از جناب محترم استاد ارجمند اظهار سپاس و تشکر. وننزل
توان باشند بچن قرآن بخوان بهر زیب و زینت قرآن بخوان تا تو را قبول توان باشد بچن قرآن بخوان این کتاب حق از سوی خدا آمد به ما جبرائیل آورد و بهر مصطفی آمد به ما گفتم پیغمبر به سلمان بارها در چند جا از برای رفع اندوه و محن قرآن بخوان بهر زیب و زینت انجمن قرآن بخوان تا تو را قبول توان باشد وطن قرآن بخوان کن تلاوت آیه هایش را تو بعد هر نماز داروی هر درد باشد این کتاب کارساز خوان تو آیاتش به پیش حق نما را نیاز هرچه بتوانی تو با صوت حسن قرآن بخوان بهر زیب و زینت انجمن قرآن بخوان تا تو را قبول توان باشد